من سکینه مردانلو هستم، از ایل قشقایی، تایپه درشوری، تیره هاشمی. یه ایلاق ما شیشپیر هست و قشلاق ما هم ماهور میلاتی، نزدیک نورآباد هستیم. صبح که بلند میشم نیره‌زنی و اینا هست. بعد یه قالی کوچیک هم داریم. زمانی که کارهای خونه رو انجام میدم بیکار میشم میام نخریسی میکنم، قالی درست میکنم. ظهر که میشه حیونا میان، شیردوشی داریم. عصرا هم برای هیزم اینا میریم کوه هیزم میاریم. به نظر من عشایر بودن خیلی خوبه، ساکت، آرام. مثلا وقتی که بریم شهر برای خرید خیلی اذیت میشیم، واقعا سر صدا خیلی زیاده. یعنی از 5 سالگی شروع کردم دیگه به قالی بافی و نخریسی و اینا انجام دادم. من اولین قالی که درست کردم همین که زیر پام هست، این 12 سالگی اینو درست کردم. و چیزای کوچیک مثل چند تا اینا هم درست میکردیم. لا 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 درين بلام يطاي لا لا لا